موسیخان معروفی متولد 1268 در تهران بود و 7 شهریور 1344 از دنیا رفت در تهران. او فرزند امیرالملک بود و در یک خانواده سنتی مذهبی و علاقه‌مند به موسیقی متولد شد. او در کنار تحصیلات قدیمه و کلاسیک موسیقی رو نزد آقای یوسف صورتگر که از عکاسان دربار ناصری بود، عکاس خاص دربار ناصری بود، یاد گرفت و همچنین پیانو، ستار و پیانو. بعدها نزد درویش خان رفت و با همت و تلاش بسیار زیاد از جمله معدود شاگردان درویش بود که نشان تبر زرین رو تونست دریافت کنه. همچنین نزد سلطان حسین خان هنگافرین خط نوت رو یاد گرفت و بسیار ترغیب شد که موسیقی ایرانی رو به خط نوت در بیاره و در این زمینه تلاش بسیار زیادی کرد، قطعات بسیار زیادی رو به خط نوت در آورد و 30 سال از زندگی خودش رو با اینکه نوازنده خیلی خوبی بود و میتونست به عنوان یک نوازنده مطرح در دوره خودش در بیاد، اما راه پژوهش و نوت‌نویسی رو انتخاب کرد. با اساتید زمان از جمله علی اکبر خان شهنازی و احمد عبادی و دیگرانی که ردیف داشتند تماس گرفت و سعی کرد که ردیف‌های اونها رو به خط نوت در بیاره و مجموع کنه، تجمیع کنه، در یک ردیفی به نام ردیف 7 دستگاه موسیقی ایرانی گردآوری کنه که البته جلسات این اساتید به دلیل اینکه از لحاظ نظری با هم دیگه کمی مشکل داشتن و مخالفت داشتن باعث شد که ادامه پیدا نکنه و تداوم نداشته باشه. اما موسی خان این راه رو به صورت انفرادی با کمک لطف الله مفخم پایان موسیقی شناس و همچنین محمد بهارلو نوازنده و آهنگساز ادامه داد تا اینکه یک مجموعه به نام ردیف 7 دستگاه موسیقی ایرانی رو گردآوری کرد و یک ردیف بسیار کامل و جامعی هست که از هر دستگاه مثلا گوشه درآمد چند بار وجود داره، نوع اول نوع دوم که برگرفته از ردیف اساتید مختلف است. همچنین یک جزوه به نام برنامه دشتی رو آماده کرد که ردیف ها و اون تکنوازی ها هم برش نوت شده بود، ضمن اینکه تصنیف ها یا 4 مضراب و پیش درآمد و اینها هم نوت شده بود. آوازهایی هم که قرار بود در اون برنامه اجرا بشه به خط نوت در آورد که بعدها توسط ارشد طهماسبی دوباره بازنشر شد. بین سالهای 1307 تا 1317 در دوره‌ای که باب شد دوباره ضبط صفحات موسیقی شروع بشه، همراه با صبا و مشیر همایون سفر کرد به خارج از کشور تا چند صفحه‌ای رو ضبط کنه. او در سال 1302 به مدرسه کلونل وزیری رفت و در اونجا موسیقی رو به صورت علمی و آکادمیک یاد گرفت و همچنین در شیوه نوازندگیش که قبل از این بیشتر به میرزا حسین قلی و درویش خان نزدیک بود تغییراتی داد و کمی از شیوه وزیری هم در شیوه خودش موجود هست. او همچنین در هنگام تأسیس رادیو با رادیو همکاری کوتاهی داشت و در هنرستان موسیقی ملی ایران هم تدریس میکرد و به دعوت روح الله خان خالقی کتاب دستور ابتدایی و متوسط ستار و تار را به همراه نصرالله زرین پنجه تدوین کرد که در حال حاضر در هنرستان هم تدریس میشه و از کتاب‌های بسیار خوب آموزشی تار و ستار به حساب میاد. او همچنین ذوق آهنگسازی هم داشت. آهنگ مرغ حقش که با شعر رهی معیری هست توسط بنان اجرا شده و روح الله خالقی رهبری ارکستر رادیو رو در این آهنگ به عهده داشته. همچنین آهنگ موسم گل که با صدای
قمرالملوک وزیری در صفحه ضبط شده از آثار ماندگار او هست که شعر اون از حسن وحید دستگردی هست. پسر موسی خان معروفی جواد معروفی است که از استادان پیانوی زمان خود بود و همچنین موسی خان یک تار بسیار مرغوب یحیی داشت که این رو به عنوان جایزه به شاگرد خودش آقای فریدون حافظی هدیه کرد که همکنون هم موجود هست و تار بسیار ارزشمندی. آهنگ موسم گل یا موسم مل که بر اساس یک ملودی محلی مازندرانی هست در آواز دشتی قرار گرفته. دشتی که انتخاب کردیم دشتی صلح هست، در شور 2 واقع شده. پرده ها رکورون داریم، می بمول داریم، لا بمول و سی بمول. در قسمت اوج لا کورون میشه. نوت متغیر شاهدمون هم که سول کورون باشه گاهی استفاده میشه. در وزن 6/8 سنگین هست. بوگمون هم دو، فا، سول و دو. سول، سولف، می، فاس، فا، سول، سول، لا، دو، سی، سول، سولف، سولف، می، فاس، فا، سول، سول، لا، دو، سی، سول. ترجیبند لا، لا، سول، فا. سول کورون میشه سولف، سولف، می، فا، سول به کار سول، سول، فا، می، دو. لا، لا، سول، فا، سولف، سولف، می، فا، سول، سول، فا، می، دو. میریم به سمت اوج. در دشتی لا کورون میشه سی، سی، دو، دو، سی. حالا به ملا سول، سولف، می، فا، فا، سول، سی، سی، دو، دو، سی، لا، سول، می، فا، فا، سول. این بار اوج رو تکمیل تر میکنیم. سی، سی، دو، دو، ری داره میره دو، دو، سی، داره دو، سی. میایم بالا سول، می، فا، فا، سول، سی، سی، دو، دو، ری داره میره دو، راست شب راست راست، دو، سی، داره دو، سی، راست شب راست، سول، می، فا، فا، سول، لا، سول، فا، سول، سول، می، فا، سول، سول، فا، می، دو. لا، سول، فا، سول، سول، می، فا، سول، سول، فا، می، دو. این آهنگ در 2 بند اجرا میشه با سرعت 54. موسم گل دوره حوض، یک دو روز است در زمانه، ای به دل آرامی به عالم فسانه، ای که ز تو مانده نکویی نشانه، خاطر عاشقان را میازار، خوش نباشد ز معشوق آزار، گر بسوزد شمع و پروانه را با زبانه، چون شود روز شمع و شب را نبینی نشانه.
نشانه ای که ز تو مانده نکویی نشانه میکنی سی موقع بسته میزنی سنگ در شکسته میکشی با تیر ستم یار خسته خسته دلم یک زده در خون نشسته خویش و سوزی و بیگانه سازی نیست و آیین عاشق نوازی تیر عشقت ای که در سینه ما نشسته رحمتی کن بر دل عاشق زار خسته میکشی با تیر ستم یار خسته خسته دلم یک زده در خون نشسته